الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرم. فيقول محمد وعلي: والحسن والحسين لله الواحد القهار. فيقول الله تعالى: يا أهل الجامع إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة. يا أهل الجامع طأطئوا الرؤوس وغضوا الأبصار، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة. يا صلوات بفرست. از امام صادق روحی له الفدا سوال شد. امام فرمودند که روزی جابر ابن عبدالله انصاری آمد خدمت پدر من، گفت آقا جان حدیثی برای ما نقل کنید از محبین فاطمه سلام الله علیها، کسانی ایشان رو دوست دارند، به ایشون ابراز علاقه می کنند، حدیثی در مورد برتری جده‌ات فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمودند یا جابر، فردای قیامت در محشر خداوند متعال به اراده و قدرتشون منابعی از نور رو برای انبیا آماده می کنند. بعد ندا میاد یا رسول الله برای مردم خطبه بخوان. بعد منابعی از نور برای ائمه قرار میدن. به امیر المؤمنین روحی له الفدا ندا میرسد آقا جان شما هم بر مردم خطبه بخوان. برای امام حسن علیه السلام منبری از نور و برای امام حسین علیه السلام منبری از نور قرار میدهند. این دو امام بزرگوار هم خطبه میخوانند. بعد ندا میرسد یا خدیجه، یا فاطمه، یا مریم برخیزی. زنهای برتر اسلام بلند میشن برمیخیزند. بعد ندا میرسد چشمهاتون رو ببندید، فاطمه زهرا سلام الله علیها از محشر وارد بهشت می شود. فاطمه زهرا که حرکت می کنند، دم ورودی بهشت که می رسند به گوشسر خود نگاه می کنند. ندا می رسد از خداوند متعال یا فاطمه چرا وارد نمی شوی؟ میگد خدایا امروز مردم میخوان نظاره کنن مقام و مرتبه ما رو، جایگاه ما رو ببینن. جبرائیل میفرماید فاطمه، خداوند متعال میفرماید
وارد محشر بشو و هر کدام از دوستانت رو که میخواهی همراه خود به بهشت ببر. روایت داره فاطمه زهرا سلام الله علیها مانند یک پرنده‌ای که دانه‌های خوب رو از بد جدا میکنه، یکی یکی شیعیانشون رو جدا میکنن. بعد به نظر شیعیان میاد از فاطمه زهرا سلام الله علیها که وارد نشوید، منتظر بشید. لذا شروع میکنند این افرادی رو که فاطمه زهرا سلام الله علیها جدا کرده به پشت سر نگاه کردن و توقف کردن. جبرائیل ندا میده چرا ایستادید؟ خداوند متعال میفرماد چرا اینها ایستادن؟ چرا به پشت سر خود نگاه میکنن؟ خدایا امروز میخواهی مردم جایگاه ما و مرتبه ما رو نزد تو ببینن. ندا میرسد محبین فاطمه، خداوند متعال میفرماید شما هر کسی که محب فاطمه بوده است، هر کسی به حب فاطمه زهرا اطعامی به کسی داده است، هر کسی لیوان آبی به محبت حضرت زهرا سلام الله علیها به محبش داده است، لباسی داده است، بروید شفیعش شوید و همراه با فاطمه زهرا وارد بهشت شوید. تو روایت داره زمین محشر از شیعیان خالی می شود الا شاکین، منافقین و کسانی که کافر بودن. اینا اونجا میمونن، حسرت میخورن. این مقام فاطمه زهراست. لذا وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد، زمین و آسمان موجودات مشاهده کردند نوری ساطع شد که همه در مقابل اون نور سجده کردند. گفتند خدایا این نور چیست؟ فرمود این از عظمت من است، به فاطمه زهرا سلام الله علیها دادم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در رحم با مادر خود سخن میگفت. زنهای قریش فرزندان هاشم چون خدیجه با شخص فقیر ندار ازدواج کرده بود دیگه نیامدن سراغ خدیجه. پیامبر وارد شد گفت خدیجه با که صحبت میکنی؟ فرمود با فرزندی که در شکم دارم. فرمود خدیجه جبرائیل نازل شد، فرمود این فرزند دختر است و من نسل ائمه رو از این دختر قرار دادم. شما میبینید وقتی آدم خلقت شد گفت خدایا مگر قبل از من کسی رو خلق کردی؟ من نوری رو بر روی عرش میبینم. فرمود آدم اگر این نورا نبودن من تو رو خلق نمی کردم. زمین و آسمان به برکت وجود این 5 نوره. یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما. کون به برکت فاطمه زهراست، وجود به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. انسان باید قدر این نعمت رو بداند. خداوند متعال به انسان یه فتره از زمان یه فرصتی میده
یه امتحانی میکنه، بهترین امکانات رو هم در اختیارش قرار میده. فرمود به خدا قسم، نعمت خدا ماییم قدر بدانید. فاطمه زهرا برگزیده شده از طرف خداست. کون زمین و آسمان به برکت وجود فاطمه است. خداوند متعال به انسانها درس زندگی داده، تعلیم داده چجوری زندگی کنید، راه رو چگونه انتخاب کنید. حتی برای در زدن درس داده به ما. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. چرا گفت تستأنسوا؟ چرا نگفت تستأذنوا؟ مقدمه ها میخوام چهره افرادی که با فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن و نازدانه پیامبر رو مورد ظلم قرار بدن دادن، چهرهشون رو نمایان کنن. قرآن میگه در خونه کسی که رفتی اذن بگیرید. تستأنسوا، اذن که میگیرید خلق خو داشته باشید، با لطافت باشید، با محبت باشید. لذا فرمود تستأنسوا، نگفت تستأذنوا، چون استئذان ممکنه به هر طریقی باشه. بعد فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا یه خونه های رو انتخاب کرده که اراده کرده است در اون خانه نامش برده بشه، ذکرش برده بشه. این آیه در خانه فاطمه نازل شد. فرمودن اصحاب سوال کردن یا رسول الله این بیوت چه بیوته؟ فرمود بیوت الانبیا. بعد اولی اونجا بود، سوال کرد این خونه هم از مصادیق این آیه است؟ فرمود من افاضلها، از برترین مصادیق این آیه این خانه فاطمه است. بعد چه فرمود؟ فرمود من این همه برای شما زحمت کشیدم پیامبر اکرم، آنقدر مرا اذیت کردید، آنقدر مرا ظلم به من کردید، من همه اینا رو تحمل کردم. یه چیز از شما میخوام، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. فقط فرزندان من، تمام اهل سنت اعتراف کردن، اجلاء از اهل سنت، اجلاء نزد خودشون مثل سیوطی و امثال سیوطی اعتراف کردن که ذوالقربی مثل آقش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، حسن است، حسین است. یک در خانه که رفتید ای کسانی که ایمان آورده اید اذن بگیرید با محبت، با مودت. دو، این خانه فاطمه رو من خانه‌ای قرار دادم که دوست دارم نام من اونجا ذکر بشه، من اونجا بخوانند عباد من. سه، پیامبر منم میگه کسی که من برای شما هادی قرار دادم از شما هیچی نمیخوام، فقط به اهل بیتش محبت کنید. چه کردم وقتی در خانه آمدم؟ این خانه‌ای که من افاضله هاست، چه کردم در خانه؟ آمد پشت در گفت یبن الخطاب، مشاهده میکنم که میخوای خانه مرا بسوزانی. گفت بله خانه رو میسوزونم. این خانه‌ای که من افاضله هاست، منابع مختلف از اهل سنت نقل کردم که اینها پشت در آمدن، هیزم جمع کردن، نازدانه رسول خدا پشت در آمد. گفت علی جان
اینا میدونن که چقدر پیامبر به من احترام میکرد، چقدر میگفت بضعتون بضعتون بضعتون. اینا ممکنه خجالت بکشن، نیان پشت در، اجازه بده من برم پشت در. یا شیخ مفید میفرماد فاطمه زهرا دیگه لاغر شده بودن که خیال، آنقدر این ظلم بر بدن فاطمه اثر کرده بود که علامه مجلسی رحمت الله علیه میگه فاطمه بود من دلم برای قبر پدرم تنگ شده، فاصله قبر پیامبر تا خانه فاطمه فاصله ای نداره. امام زمان معذرت میخوام، میگه فاطمه چادرشو نمیتونست جمع کنه از ضعفی که برای او ایجاد شده بود به خاطر ظلمی که در حق او کردن. و همین فاطمه زهرا در راهی که برای زیارت پیامبر میرفت چندین بار به زمین افتاد. اینا میخواستن قضیه فاطمه زهرا پشت در ایجاد بشه، بعد از مدتی بگن یه اختلافی بوده تمام شد قضیه. ولی میبینی هوشیاری امیرالمؤمنین، تدبیر و مدیریت فاطمه زهرا 1400 سال از واقعه به اندی از اون واقعه میگذره، روز به روز یه جوونه، یه بچه‌ای که تازه امر رو تشخیص میده از جاش که بلند میشه میگه یا علی، یعنی تو قلب منی. تا اسم اون میاد، اولی و دومی و سومی میاد، تنفر خودش رو ایجاد میکنه. این تدبیر اینا بود. پیامبر فرمود علی جان اگر کسی با تو نایستاد، کسی کنار تو نایستاد رها کن، صبر کن. یک کسی باید امور رو طوری تدبیر در امور طوری تدبیر میکرد که این واقعه بماند و این سند تشیع بشه. امروز اهل سنت این مسئله قضیه هجوم بدار، خود اون ملعون ابن تیمیه‌شون هم اعتراف میکنه، میگه بله اینا رفتن پشت در، خباثت رو ببینید، میگه اینا رفتن پشت در هجوم به خونه کردن ولی هدفشون این بود ببینن علی چیزی از بیت المال تو خونه گذاشته که اینا بردارن به بیت المال برگردونن. آمدم پشت در، گفت من فاطمه دختر رسول خدا. گفت و هر کی میخوای باش. فرمود آمده ای که خانه مرا بسوزانی؟ گفت بله و من فیها. هر کسی هم در آن خانه هست میسوزانم. خانه ای که خداوند میگه اولاست دیگه، اینا اولیای خدان، اینا برگزیده خدان. قرآن وقتی سخن میگه، وقتی درس به انسان میده، اولاست اون درس رو در مقابل اولیایی که برگزیده خدان اجرا کنی. در خانهشون میری آتش میزنی، تستأنسون، به جایی که عز بگیری خانه را آتش میزنی. بله اینا نقشه کشیدن 100 سال رو منابر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو منابر لعن میکردن. جالبه وقتی عثمان آمد رو کار، این دیگه امور شایع شد یواش یواش، معاویه به اوجش رسوند. منبری وقتی رو منبر میرفت ابتدای خطبش سب امیرالمؤمنین بود. تاریخ رو ببینید، همزمان با هم 7000 منبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو سب میکرد. یه عده هم متاسفانه به جایی که بیان
این مظلومیت اهل بیت رو نشون بدن، برای مردم بیان کنن، این قلوب لطیف مؤمنین رو آشنا کنن به علوم آل محمد، اونها رو امیدواری بدن، اونها رو مایوس میکنن، شبهه میندازن. علی مگر غیرت نداشت زن و فرستاد پشت در خونه؟ میگه فاطمه بیکار بود شب روز گریه میکرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها بنابر نقلی فرمود علی جان جان من فدای تو. امام زمانشه، میخواد ازش دفاع کنه. اینایی که این واقعه رو ایجاد کردن، اینا ایمان ظاهری داشتن، در باطن اصلا ایمان نداشتن، عقیده نداشتن. یه نامه‌ای نوشته خلیفه دوم به معاویه، گفته جات خالی بود معاویه، من رفتم پشت در، فاطمه آمد پشت در، اما لگد رو که زدم یه ناله‌ای کرد. تعبیر منه، نالش آنقدر سوزناک بود که این خبیثش هم میگه که من نزدیک بود دل من به رحم بیاد، اون خانه‌ای که خدا او رو برگزیده. خب من امروز جالب بود یک روزنامه رو میدیدم، نوشته بود که فاطمیه عاشورا نشود. یه عمام پسر یه مقاله نوشته در مورد رد این مسائل فاطمیه که نباید فاطمیه اینقدر بزرگ دونسته بشه. من نمیدونم این چیست قضیهش، خدا خودش میدونه، ولی خدایا تو بدان که من اما پسر من وظیفم از این مبنا دفاع کنم، از مظلومیت اهل بیت دفاع کنم. دو تا مجال برای انسان هست، این دو مجال ممکنه انسان رو از بین ببره. یکی این است که انسان میخواد خودش رو بزرگ کنه، خالف تعرف، مخالفت کن میری بالا، ظاهر دنیوی داره. گاهی وقتا نه، نورانیت از بین میره، دیگه اون حب اهل بیت تو دل انسان کور میشه و لذا انسان به هر دلیل میزنه. میخوام نور خدا رو خاموش کنم، خدا نور خودش رو خاموش میکنه. به جای اینکه از علوم آل محمد، از مبانی اهل بیت، از مظلومه صدیقه شهیده که امروز به تلاش بزرگان افتخار، کسایی که افتخار مذهبن، فاطمیه عاشورا شده، یک نفر بگوید که فاطمیه نباید عاشورا بشه. امام زمان، من معذرت میخوام، اینایی که میدونن با اینایی که نمیدونن یکی نیستن. اینایی که به خدا رسیدن، خدا رو در نظر گرفتن، محبت اهل بیت در اونها نورانیت ایجاد میکنه. انسان وقتی اونها رو میبینه لذت میبره. خداوند متعال یه فتره‌ای به من و شما فرصت ببینید، یه افراد خوب با خدا پیمان میبندن، نامشون هم جاودان میمونه. این شیخ انصاری وارد حرم که میشه، قبل از اینکه به امیرالمؤمنین سلام کنی براش فاتحه میکنی. خارج میشه از حرم، وداع با امیرالمؤمنین که میکنی با وداع با شیخ انصاری میکنی. چرا؟ فرمود نیمه شب بود در کربلا، دیدم صدا میاد و ایام الخلق الیکم، تعجب کردم نیمه شب. رفتم جلو، دیدم شیخ انصاری صورت زیارت جامعه میخوام. صبح تو درس گفتم آقا جان دیشب نیمه شب مشاهده کردم که زیارت جامعه میخوانی. گفت این اسراره، ولی به تو میگم من هرگاه مشکل علمی برام پیش میاد، گرفتار میشم
غیب درد و دل میکنن، اونا دست ما رو میگیرن، اما تو برو اونجایی که من دیدی نخواهی دید اون مکان رو دیگه. اینا با خدا پیمان رو بستن، خدا اونا رو جاودان کرد. اگر بخواهی فردای قیامت جزو اون افرادی باشی که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو رو برگزیند، باید پیمان محکم ببندی. امام موسی بن جعفر علیه السلام در حق فاطمه زهرا فرمود انها صدیقة شهیده، یعنی مادر من عادی از دنیا نرفت، صدیقه بود، شهیده بود، او را شهید کردن، بین در و دیوار قرار دادن. لذا امام صادق روحی له الفدا فرمود و کان سبب وفاتها ان منفذ مولا عمر لکزها بنعل السیف بامره. فاطمه زهرا آنقدر با غلاف شمشیر قنفذ زد تا او سبب شهادتش شد. لذا انها صدیقة شهیده. چرا بعضی شهادت رو به معنای شاهد میگیرن و ظلم میکنن به حضرت؟ این ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی بیان میکنن، میفرمان و شهید من قتل من المسلمین فی معرکة القتال، بعد میفرمان من قتل منهم ظلما، وزی که ظلمن از دنیا برود، که فاطمه اذ قتلوها بضرب الباب علی بطنها، چون فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن، میخواستن واقع بشه. بعد به تدریج همینطور هم هست، شما میبینید به مرور زمان انسان یه مسئولیت که داشته باشه مردم یادشون میره چه کرده. اینا این گمان رو میکردن که ما این واقعه رو ایجاد میکنیم، بعد مردم هم فراموش میکنن. اما خود فاطمه زهرا روحی لها الفدا دارد که آمد و اون خطبه رو خواند در حالی که دست به دیوار گرفته بود و با زحمت حرکت میکرد. این فرده تو حالاتش هست که پیامبر رو درک کرده. این اومد پشت مسجد، وقتی خلیفه اول میرفت بالا میگفت خاصه بیا پایین، این منبر مال تو نیست، این منبر لایقش علی ابن ابی طالبه. نمیدونم دو جور نقل شده، در هر حال طوری شد که این فرده فوت کرد. بعضیا ادعا میکنن که او رو کشتن. به امیرالمؤمنین گفتن فرده از دنیا رفته. آمد بالای جسد، صدا زد فرده بلند شد، این امیرالمؤمنینه، این علی ابن ابی طالبه، این لایق فاطمه است. از جاش بلند شد. دارد 20 سال بعد از این واقعه هم زندگی کرد. اینا این بودن، این وقایع رو همه رو کتمان کردن. این معاذ بن جبل دیده بود که فلک رو پیامبر به فاطمه داد، رفت بهش گفت یه شهادت بده. گفت اگه مردم شهادت بدن من شهادت میدم، ولی من معذورم. پسرش گفت که بابا فاطمه آمده پشت در خانه ما، ببین چی کرده بودن با مردم، چگونه مردم رو از مسیر منحرف کرده بودن. اینا به خود پیامبر اهانت کردن. پیامبر اکرم اون آخرین لحظات فرمود این قلم و کاغذ به من بدید، یه چیزی براتون بنویسم گمراه نشید. میدونید چی گفتن؟ دومی بلند شد، ان الرجل لیحجر کفانا کتاب الله. پیامبر داره هزیان میگه،
پیامبری که قرآن کریم ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی به هزیانگویی متهم میکنه. لذا فرمود بلند شید برید، قوموا عنی، علی فقط بماند نزد من. اینو درسه برای مردم. بلند میشد، صورتش رو سینه فاطمه میگذاشت، استشمام میکرد. میفرمودن من بوی بهشت رو از سینه فاطمه استشمام میکنم. فاطمه که وارد میشد پیامبر تمام قد میایستاد، جاش رو به فاطمه میداد. یعنی چی؟ این مردم قدر بدونید، این برای شما ذخیره آخرته، این به درد شما میخوره. فردا توی جای قبر، جای تنگ سیاه، جای تنگ و تاریک میگذارن تو رو. اعمال ما که به درد نمیخوره، من جسارت نمی کنم، خطاب به خودم میکنم، ما نیاز داریم کسی دست ما رو بگیره. فرمود هر که از دنیا میره منو میبینه، چه خوب چه بد، اما اون کس که خوب است خوب میبینه، اون که بده حسرت میخوره چرا قدر علی رو ندانستم، چرا پیمان رو خوب نبستم. بنابر نقلی آمدن پشت در، اون جمعیتی که در خانه بود با امیرالمؤمنین متفرق شده بود. لذا وقتی رسیدن به در، فقط فاطمه سلام الله علیها در خانه بودن. گفت دومی بگو به علی و آنان که با او بودند اگر دفعه دیگر در این خانه جمع بشوم، خانه و منفیها را آتش میزنم. حالا انشاءالله شبهای بعد یه وقت ما تمام شد، به شما خواهم گفت بشکند اون قلم، اون زبان بریده بشه که میگه به خانه فاطمه زهرا هجوم نبردن. تشیع ستراکی دارم، یکی واقعی قدیر امیرالمؤمنین روحی له الفداست، یکی واقعی پشت در فاطمه زهراست، یکی عاشوراست. شما میدانید که این قبر سید الشهدا رو این بنی امیه و بنی العباس بارها و بارها خراب کردن که شیعیان برای زیارت نرن. آنقدر انسانها در راه زیارت جانشون رو از دست دادن، زمین و شخم زدن، کشاورزی کردن، رو قبر سید الشهدا آب بستن، اما نتونستن. من امسال تو این پیاده حرکت به کربلا من چند تا منظره دیدم، این منظرش خیلی رو من اثر گذاشت. دو تا خانم بودن، یکیشون این بچه رو بغل کرد و میدونید خیلی سخته، راه خیلی طولانیه، اما این واقعا ملموسه دیگه. بچه های خودشون رو 2 ساله 3 ساله بغل کردن به عشق سید الشهدا. یک کسی این کالسکه رو من داد و آقا این رو در اختیار این خانم ها بذارید، چند تا دونه تهیه کرده بود. من رفتم جلو، به 2 تا خانم سلام کردم، در یکیشون کالسکه داره یکیشون نداره. گفتم خواهرم ممکنه یه لحظه کنار بکشید از جمعیت؟ گفت چیکار داری با ما؟ گفتم اجازه بدید یه خدمتی بکنم، منم نوکر سید الشهدا باشم، این کالسکی در اختیار شما بذارم، این خستگی راه شما کمتر بشه. اون که کالسکی داشت به این یکی نگاه کرد، گفت دیدی بهت گفتم سید الشهدایی هم هست، دیدی بهت گفتم این راه غیر راه دیگه است. بچه رو تو کالسکی گذاشت و رفت. اینا ضوابط دنیا شاید نظر درمان خیلی چیز کوچیکی بیاد، ولی به خدا قسم همه چیز دست اونهاست.
فردای قیامت همه که محشور میشن، اون کس که جانش، مالش، وجودش رو در مقابل اهل بیت داده اون سرفرازه. و لذا فرمود عزاداران سید الشهدا، روضه‌خونای سید الشهدا حسابشون خیلی آسون. فرمود دخترم فاطمه، این پسرت رو کربلا قطعه میکنم. وقتی اذان خوند اقامه خواند، ولی گفت دخترم شروع کرد فاطمه به گریه کردن، ولی گفت فاطمه جان یه بشارتی هم بهت بدم، یه عده میان تا روز قیامت نام این فرزندت رو زنده نگاه میدارن. یعنی شما، یعنی اینا منتخبن، اینا برگزیدن، اینا بنده های خوب خدا. عمرو بن حنق خزاعی آمد پیش علی بن ابی طالب، گفت علی جان به خدا قسم تمام دریاها را اگه بگی جا به جا کنم آبش رو، سنگای کوها رو تیکه تیکه کنم جای دیگه منتقل کنم، به خدا قسم یا علی من حق تو رو ادا نکردم، چون تو همسری مثل فاطمه داری، چون تو برگزیده خدایی، چون فرزندی چون حسن و حسین داری. اینا درک کردن، اینا شناختن مقام اهل بیت رو. ببرمتون امشب در خانه فاطمه. یا زهرا، یا زهرا، در گلشن رسالت آتش زبانه میزد. خانه رو آتش زده بودن، فاطمه پشت در بود، گل گشته بود خاموش، بلبل ترانه میزد. دیگه فاطمه توانایی نداشت، رو زمین افتاده بود. گر میگذاشت گلچین این گل جوانه میزد. آقا محسن هنوز به دنیا نیامده بود، حتی به محسنم رحم نکردم. من ایستاده بودم، خدایا هیچ کسی نبیند مادرش رو جلو چشش سینه میزند. من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمنگهی به کوچه گاهی به خانه میزد. معنای این شعر میدونی یعنی چی؟ یعنی هم مادرم رو تو خونه زدم، هم تو کوچه کتک زدم، هم مغیره میزد، هم کنفوس میزد، هم خالد ابن ولید میزد، هم ملعون دومی میزد. مادر من روی زمین میافتاد، گردیده بود همدست. کنفوس با مغیره هرچی تو دستشون بود به بدن فاطمه میزدن. او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. چه کنه؟ علی باید صبر کنه. رسول خدا سفارش کرده علی جان صبر کن، اینا میخوان دین رو از بین ببرن. یا رسول الله چگونه صبر کنم؟ با چش خودم دیدم زهرامو بین در و دیوار قرار دادن، سیلی به صورتش زدن، چادرش رو کشیدن. نفسی علی ظفراتها محبوسه و یا لیتها خرجت مع ظفراتی. بگم فاطمه جان یه درد دلیم زینب غروب روز عاشورا با شما کرده. بچه ها رو توی خیام جمع کرد، شما دید 2 تا از بچه ها نیستن. از خیام خارج شد، دید ناله میاد، صدایی میاد. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک. دید ناله از قتلگاه آمد، دید رقیه است. گفت دختر جان کی تو رو آورد اینجا؟ گفت صدای ناله پدرم رو شنیدم. الیه 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 الیه. رقیه را آوردن خیام
ایام کنار کودکان دنبال حمیده میگشت، دختر مصلح. امام زمان معذرت میخواد. وقتی نگاه زینب به حمیده افتاد، رو زمین افتاد. حمیده زیر سم اسباب. باور نمی کردم زنده باشم، سر برادرم رو بالای نیزه ببینم. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. بعد صدا زد مادرم. باور نمی کردم 10 نفر. نحن رضعنا الصاعد بعد الظهری. معنای عبارت اینه که ما استخوان‌های سینه سید الشهدا رو